برای پیدا کردن فرزند صالح خدا رحمت کند نوح ابن مریم میگوید قاضی بودن، قاضی مرو فلسطین ده. بعدا خواستن دختری خوب داشتن، خواستن که دخترشون به یگان جوان مسلمان تسلیم کنند. هر کس توصیه داد رو فلانی پول کلان دارد، منصب کلان دارد، بسیار شرایطهای خوب دارد، باید تسلیمش کن دختر تا راحت قدم میگردد. گفت نه، گفت من میخواهم یگان آدم خدا ترس، آدم کم بضاعت نادار ده همین دختر ما تسلیم کنم. هر چی فکر کرد آخر به خلاصه آمد که یک غلام داشت، همون قاضی به نام مبارک بود. گفت همین غلام خود ما میتموش، شب دراز نماز میخواند، آدم با تقوا هست. حیرت کرد غلامش در حیرت ماند. این قاضی گفت این چی پیشنهاد است؟ خیلی آدم ایماندار، نشانه ایمانداری اوست. نکاح کرد، دختر گرفت. زمانی که این غلام مبارک نام داشت، دختری نوح ابن مریم میگه به خانش برد، 40 روز خانه‌داری نکرد. 40 روز. حالی جوانای ما خدا با توفیق و هدایت چون زیاد کردن، من گوشک تلفن میزنن داولا پیش نکاح علاقه ما با زن ما یک جایه شیدیم. آیا اگر نکاح کنیم و بعد اگر همون نطفه اولی که ما با او در زمان بی نکاحی یک جایه شدیم فرزند ما ولد زیناست؟ بله ولد زیناست. بله او فرزندی که تو پیش از نکاح نزدیک شدی او حرامی است. 40 روز این غلام آیا زن نمیخواست؟ آیا برای این لذت و گویم که مهربانی زن در کار نبود؟ 40 روز به زن نزدیک نشد. آوازه به گوش مادرش رسید، مادر زن قاضی در رسید که با زن یک جایه نمی شود. قاضی فریاد کرد، غلام گفت چی بلا هست این؟ چی کپس گفت؟ یکان کمبود داری؟ گفت نه کمبود ندارم. کمبود گفت از جانب توست قاضی. گفت چی کمبود است؟ گفت من وقت زمان غلام بودم میدیدم برای تو پاره میدادم، برای تو از هر جانب لقمه حرام می آمد. این دختر من در حدیث پیغمبر خواندم که در کدام شکمی که اگر لقمه حرام باشد تا 40 روز این انسان از رحمت خدا دور است. من 40 روز این زن باعث اون نزدیک نشدم، با خوراکهای خود تأمین کردم که وجود او پاکیزه شود، بعد خانه‌داری کنم تا که از این فردا فرزند صالح به دنیا بیاید. ببینیم راهی بهترین فرزند صالح را مبارک برای ما تعلیم دادن که وقتی وی بعد 40 روز خانه‌داری کرد از او فرزند به دنیا آمد به نام عبدالله ابن مبارک. عبدالله ابن مبارک بسیار آدم خداشناس بودن. از خوردی میگوید آب چشم داشت، از خدا میترسید. 30 سال خورد داشت، نام خدا را میگیرید زار میگیرید. همون عبدالله ابن مبارک. به خاطر چی؟ به خاطر که وجود مادر تازه بود، زمین خوب بود، زمین شوره. حضرت سعدی میگه سنبول بر نیارد در او تخم و عمل ضایع مگردان. او زمین شوره است. میگوید آن میده هایی که وجوده که پر از حرام است مثل زمین شوره است، ولی در دیوار شوره هم حتی همون شکتور انداوا میگیم کنین همش میریزد. به این خاطر حضرت گفته در او تخم و عمل ضایع مگردان. تخم و عمل تا در زمین شوره ضایع نکن، زیرا از او فرزند خوب به دنیا نمی آید. دادای عزیز، میخوای فرزند خوب؟ لقمه حلال، فقط لقمه حلال قطع زن تربیه کن، وجود او را به لقمه حلال آلوده ساز. الله شاهد است، به خدا قسم برای تو بهترین فرزند نصیب می‌گردد.